یک روز کودک از الله میپرسد، میگویند فردا مرا به زمین میفرستانند، مگر درست است؟ الله میگوید بله. کودک بیست با سوال میدهد، در آنجا مرا کی انتظار است؟ آخر من عاجز و ناتوان هستم. کی انتظار من است؟ در آنجا من چه خیلی زندگی میکنم؟ و الله میگوید در آنجا تو را فرشته انتظار است. فرشته که در باز در انتظار دیدار تو بود. فرشته هست که همه وقت بالای دستان خود تو را میگرداند. بله، این فرشته مادری و من و تو است. مادری است که در باز در انتظار دیدار فرزند است. مادری است که همه وقت چی دشواری که بر سر فرزند خیش بیاید، همه وقت در فکر فرزند خود است. اگر ما میلیون ها میلیارد ها دلار را بیاریم، کوی طلا را بیاریم به زیر کدوم مادران خیش بریزیم، باور میکنید دوستان ارزشی یک شب بیدارخوابی مادر نیست. تو اگر در 16 باشه، اگر در 35 40 باشه، در نزد مادر همان طفل دوست رو یک هستی. پس دعای مادر خیش را بگیر، چون که همه وقت در انتظار تو مادر است. خواه در غریبی باشه، خواه در یک مشکلی افتیده باشه، در فکر تو مادر تو است، نه همسایه، نه دیگر خیش و تبار. همه وقت فکر تو رو مادر میکنه. اگر خواهی که بهیش با مثل خانه خود باشد، با مثل خانه خود با بهیش درایی، دعای پدر و مادر خیش را بگیر. اگر خواهی الله از تو راضی باشد، دعای پدر و مادر خیش را بگیر. تمام. به اندازه مهربان است مادر. دوستش بدار، به قدر مادر خیش برس دوستان.